آقا سلام و ارادت. آقا امروز یه بابای ما مراجعه کرده، پمپ که حالا تازه تعمیر کرده، نشتی داشته، دستمش بیرون میزده که حالا بهتون میگم چرا اینا بازش کن. آقا پمپ هیدرولیک کلا دو نوعه، یا پشتشون تخته یا پشتشون گرده. حالا تو مدل‌های بالاتر معمولا پشتشون گرده، حالا مدل پایینا بوده. تفاوت زیادی هم با هم ندارن. این آموزش هم داریم میذاریم صرفا به خاطر اون کسایی که تو اسنپ و راننده تاکسی هم بتونن پمپ هیدرولیک، چون آمار خرابی بالایی داره. دوستان یکی از اشتباهاتی که الان مثلا برای تعمیر این پمپ هیدرولیک اومده، ببینید زدن چسب مزداه. دوستان چسب مزدا اصلا نیازی نیست تو پمپ، چون یه واشر مسی داره. شما فقط کافیه اینو یه خورده آغشته با همون روغن هیدرولیک یه ذره گریس کنید، ببندید، خودشون آب بندی میشن. خب اول از اینکه اصلا مونتاژ کردن این پمپ هیدرولیک صحیح نبوده. چرا؟ چون ببینید حالا این هوزینگه، خب پروانه تو دور این میچرخه، حالا یه ذره این بعد دلقی میخونه. نگاه کنید دوستان، حالا کسی که اینو مونتاژ کرده بنده خدا نمیدونسته یا حالا اصلا کارش پمپ هیدرولیک نبوده. نگاه کنید یه سری رده ها رو میبینید داخل این افتاده. حالا تو ویدیو درست بیفته، ببینید شما این ور رو نگاه کنید. خب دوستان این اصلا نباید به این صورت بیفته. خب این رده بیفته باید اصلا کلا این قطعه رو تعویض کنید. حالا معمولا قطعات پمپ هیدرولیک چون سخت گیر میان، ارزش تعمیر نداره، میدونی، حالا اکثرا تعویض میکنه. حالا ما مثلا قطعات استوک داریم تو مغازه، تا جایی که بتونیم برای مشتری عزیزمون راه میندازیم که هزینه‌شون زیاد نشه. خب بزنیم این مثلا این پروانه‌شو ببینید، این دور این توالته، ببینید اینم خدمتتون بگم که ببینید اینم باید سر جاش درست بذارم. خب حالا این مثلا به این صورت گذاشته بودن ولی نه. ببینید یه نوشته داره اینجا، اگه دقت کنید این نوشته بذار قشنگ تو دوربین میفته، یه نوشته داره اینجا. شما وقتی میخواید اینو مونتاژ کنی این نوشته باید به کاملا به صورت شما باشه، یعنی شما اینو بتونید بخونید، بالا سر شما باشه. این وقتی میندازین دو تا چاک داره که این دو تا پین موقعی که درمون میبندیم میفته سر جاش. اینا دوستان ببینید اینا رو که میخوان مونتاژ کنن، ببینید حالا بعضی موقع فرمون که سفت میشه علت از ایناست. خب اینا معمولا به خاطر روغن بی کیفیت ببینید جرم میگیرن، جرم میان کثیف میشن. حالا مثلا یکی از ایرادایی که بنده خدایی که همکاری که اینو مونتاژ کرده چی بوده، ببینید این دو تا سر داره. خب یه قسمت پخه، یه قسمت پخی داره، یه قسمت ببینید یه قسمت تیزه. قسمت تیز یا قسمت صاف میفته پشت کار که وقتی داخل هوزینگ میچرخه، پخی یا قسمتی که حالا یه خورده گرده، قسمتی که گرده دور این کار بچرخونه. ببین علت این خط و خشا توی 2 روز نظران حالا من فکر می‌کنم افتاده، به خاطر چون اینا رو برعکس گذاشتن. بنده خدا حالا کلی هم هزینه شده. حالا بریم جلوتر ببینیم چی بود. حالا علت روغن ریزی به اینا مربوط نمیشه، حالا اینا فقط به خاطر مونتاژ غلطه که حالا این همه هزینه انداخته گردنش بنده خدا. ببینید دوستان خوشبختانه کف این پمپ ببینید اینجا یه سریا رده میندازه یا چال میکنه. خب چال میکنه که بعد از نظر من حالا این تعویض بشه کلگی کامل بشه. حالا بازم دارم بهتون میگم واقعا خیلی سخت پیدا میشه. حالا باید بری بازار تهران بگردین بالا پایین تا حالا بتونید پیدا کنید. دارم اینو بهتون میگم آقا اگر حالا راننده تاکسی عزیز، حالا هر کسی دیگه پمپ خودشو واس کرد خواست تعمیر کنه، به کف این دقت داشته باشه. ببینید این بعد کاملا صاف باشه. یه سری اینجا گوت میکنه و اصلا باعث صدا دادن تو پمپ میشه. خب حالا بریم این قسمت دیگه تموم شد دوستان، میرسیم اینجا. حالا ما قبلا بچه‌ها همواره اینا شل کردن که دیگه مدت زمان فیلم طولانی نشه. دوستان یه نکته قابل توجه هم هست بهتون بگم بچه‌ها، این فولی هم از این ور جا میخوره هم از این ور. خب حالا اول فیلمم گفتم مشکل تصمیم بیرون زدن هم داشته. ببین دوستان سمتی که گودی داره، سمتی که گودتر از این ورشه، ببینید کاملا معلومه. ببین این ور بیرون آمدگی داره، این ور ولی نداره. خب ببینید این وری که
خب بیرون‌تره میفته به سمت روی شما، به سمت گوت میفته سمت داخل، مثل رینگ ماشین میمونه، یه طرف بیرون اومده یه طرف رفته داخل. دوستان ما اینجا یه خار داریم، این خار رو در میاریم. حالا این یه خورده اینجا ما خارش رو در میاریم. دوستان اینجا نگاه کنید، اینجا یه بلبلنگه و اینجا یه شفت. حالا از همینجا معلوم میشه باز مونتاژ غلط. این کاسه 90 رو در آوردن تو این پر گریس کردن. آخه این چه کاریه؟ مثلا برای در آوردن این شفت، خب حالا ما نیازمند به اینجا به گیره هستیم. لحظه بهتون نشون بدم دوستان، به هیچ وجه با چکش چیز آهنی به اینجا زده. یه تیکه چوبی خیلی آروم بزنید یه ذره که بره در میاد. ببینید بلبرینگ اومد بیرون. خب دوستان ببینید، حالا این بلبرینگ خراب بشه معمولا ماشین یه صدای خیلی حالت مثلا خرابی تصمیم صفر کنه تایم و اینا میده، مثل خرابی هرزگرد و اینا میده که حالا اشتباه میکنه. اول از همه اگه صدای چیزی داد شک کردیم به پمپ هیدرولیک، بهترین کاری که میتونید بکنید چیکار کنید؟ تسلا رو در بیارین، ماشین رو روشن کنید. اگر اون صدا قطع شد میتونه حالا به قسمت تسمه دینام، حالا یا میتونه هرزگردای تسمه باشه، میتونه کمپرسور کولر باشه، میتونه این باشه که این آمار خرج زیاده. حالا تست خرابی این چجوریه؟ ببینید وقتی بلبلینگ رو میگیرین دستتون شفت خورده میکشین سمت خودتون میچرخونید، زیر دست یه زبری احساس میکنید. ببین وقتی میچرخونی انگار یه زده زیر دستت داره، حتی همین ساده. ببین این اشتباهی کردن تو اینو، این کاسه 90 در میارن. خب این کاسه 90 رو در میارن اینطوری که گریس میکنن. آخه این اشتباهه واقعا، این نیازی نیست همچین کاری کنه. خب حالا این شفت، ببین دوستان در مورد این کلگی من بهتون گفتم. خب در مورد این گفتم آقا اینجا اگه چاله چیزی بیفته باعث صدا میشه. یه بوش ما اینجا داریم. خب ببین این شفت نمیده داخله، اینو حتما تست کنید. آمار خرابی توی این موضوع خیلی بالاه. ببین وقتی میچرخه بعد خیلی راحت بچرخه، وقتی هم در میاد یه صدای حالت ماچ کردن بعد بده. گوش کنید، این نشون دهنده اینه که بوش سالمه. این برسیم به کاسه 90. به حالا نگاه کنید اصلا نحوه جا زدن کاسه 90 شما نگاه کنید. اول از اینکه کاسه 90 برعکس جا زدن، دوم از اینکه اصلا از این نوع کاسه 90 نباید استفاده کرد. ببین کاسه 90 ببین چرا این شفت، خب این شفت این قسمتش درگیر با لبه نرم کاسه 90، خب فنر داره، حالا دوره میگیره و روغن هیدرولیک از بیرون یعنی از زیر نش نکنه. دقیقاً همین اتفاق کردیم. اول از اینکه اصلا برعکس انداختن، دوم از اینکه ببینید اینو حتما چک کنید. خب قسمتی که کاسه 90 میفته خط و خش چیزی نداشته. حالا خیلی کم اتفاق میفته این مشکل. ببین دوستان این برای در آوردن این کاسه 90 اصلا کاسه 90 رو برعکس انداختم. بعد اصلا این کاسه 90 مال این قسمت نیستش. توجه داشته باشین. کاسه 90 که برای این قسمت چون دورش خیلی بالاه، خب ببین چون دورش خیلی بالاه، از اینجا کاسه 90 چرخشی، کاسه 90 با دور بالا استفاده میکنه. ما میگن هر کاسه 90 این کاسه 90 با دور بالا چه نشونه‌هایی داره که متوجه بشین. اول از اینکه دورش پلاستیکی نیست، دورش کاملا آهنیه. خب یعنی یه حالت آهنی طور داره. دوم از اینکه قسمت نرم کاسه 90، قسمت لبه‌های کاسه 90 که با این قسمت درگیر میشن حالت شیار دارن و یه خورده پنترن. اینم از این خدمت شما. بعد دیگه مطلب دیگه هم نمیمونه. حالا آموزش مونتاژش هم من یه توضیح دیگه بدم خدمت شما. ببینید
شما میخوای بولورینگ رو عوض کنی، این بولورینگ عوض کردنش خیلی راحته، خب کاری هم نداره، یعنی انقدر تحت فشار نیست. حالا شما میتونید بدید تراشگاه رو عوض کنه، خودتون هم میتونید عوض کنید. حالا اگه گیره داشته باشی خیلی با حوصله عجله هم نکنید، کار پمپ هیدرولیکش مشکلی نداره. حتی از من هم اگه سوالم کنید دایرکت یه جای مشکل برخوردین براتون توضیح میدم. ببین خیلی یه ضربه خیلی ریسکی ما سری میزنن، الان نمیخوام الان امتحانش کنم. این ضربه خیلی ریسکی بزنید بولورینگ در میاد. بولورینگ نورم خواستین جایگزین کنید، همینو بولورینگ رو یه ذره جا میزنید، به صورت برعکس از پشت ضربه میزنید که آروم آروم بره جا. اینم از این دوستان باید میچرخونی که اوکی باشه. خب موقع مونتاژ شما چیکار میکنی؟ خب حالا یه مطلب دیگه قبلش بگم به شما دوستان، اگر حالا فرمونتون خیلی سفته ولی صدا و این چیزا نداره، یه چیزی رو دقت داشته باشید. خب ببینید این بالا رو میبینید؟ خب این بالا ورودی روغنه، این بالا ورودی روغنه، اینجا خروجی روغنه که میره برای جعبه فرمون و شیر فرمون و اینا. ببینید دوستان اگه فرمون خیلی سفته اول این کار رو حتما انجام بدید. خب قسمت رو وا کنید. ببینید دوستان اینجا یه حالت سوپاپ ما داریم. خب یه حالت سوپاپ ما داریم. در واقع این سوپاپ زیاد کار سختی هم نیستش. خب حالا شما یه ما رو با این تعیین پیچ‌گوشتی امتحان می‌کنیم. شما میزنی، ببین همونجوری که بزنی یه خورده لواش، ببین لواش میاد بیرون، خیلی آروم با دست بیاریم بیرون. حالا پشت این یه فنر داره، اینا هم فنرش. دوستان اینجاها خب این سوراخ‌ها رو می‌بینید، مشاهده می‌کنید. این سوراخ‌ها رو مشاهده می‌کنید. ببینید برای چی دارم میگم از چسب مزدا استفاده می‌کنم. ببینید چسب مزدا کجاست؟ اصلا نیازی ما به چسب، شما دیگه همه چی رو باید نه چسب مزدا زد که. شما نگاه کنید آشغال چسب مزدا کجا رفته. همین باعث میشه ببینید اینجوری بره سوراخو کیپ کنه. داشتم می‌گفتم دوستان ببین این سوراخ‌ها کیپ میشن، اینجا جرم میگیره، این سوپاپ نمیتونه درست تو جاش عمل کرد داشته باشه، همین باعث میشه فرمون خود صفر بشه. اول اگه فرمون صفر شد حتما اینجا رو تست کنید. جا زدنش هم چیز عجیبی نیست. بعد از اینکه کاملا تمیز شستینش با همون روغن هیدرولیک کر بکنید، فنر رو اول بندازین داخل، اینم بندازین داخل، بعد با دست بازی کنید که حالت فنریت داشته باشه. بعد دوستان تو رو قرآن اینجا رو نگیرین تفلون نزنید. آقا اصلا و ابدا نیاز نیست. این سوراخ‌ها رو می‌بینید؟ اصلا برای چی تفلون میزنید؟ ته این اورینگ نره. خب این اورینگو حالا معمولا خرابم نمیشه، از همین اورینگ رو مجدد استفاده کنید، دور جواب میده نشتی نداره. آقا اینجا رو هیچ وقت تفلون نزنید، این دور رزر تفلون نزنید، کار حساب داره. میبندین و این از این. دوستان بعضی موقع شده مشتری اومده به ما گفته چی؟ گفته که آقا من این مخزن هیدرولیک من کف میکنه خیلی حالت نشتی طور میگیره، در من نشتی میزنه فلان. دوستان اگر این اتفاق براتون افتاد، ببین میبری الکی میخوای بگم آقا پمپت فلانت میخوان ازت هزینه بگیرن، نه اینجا رو گوش کن. ببین حالا یه درپوش میخوره که سرشیلنگی شیلنگ میره داخلش. دوستان این اورینگ رو توجه داشته باشین. خب این اورینگ قابل تعویضه، این اورینگ کاملا الان صاف شده، اصلا اینو نباید مونتاژ میکردن. خب حالا همین ایراد هم اتفاقا داشته که کف میکرده و نشتی داشته، تمام از دور قمقم و تمام محیط اطرافش تمام روغنی کرده بود. دوستان این اورینگ، ببین اورینگ قابل در اومدنه، این اورینگ رو در میارین، اورینگ نو میندازین، برقشو میارین بدون از هیچ گونه چسبی، فقط همون دارم میگم. حالا با یه روغن هیدرولیکی، روغن موتوری چیزی یه خورده چرب کنید، همون رو ببندین دو تا پیچشو، حتما هم با هم دیگه همزمان صفر شه. خب حالا نکته‌های ریزیشو گفتیم، داریم میریم برای مونتاژ. شما بعد از که شفت رو جا میزنیم، خب شفت رو جا میزنیم، میبندیمش اینجا به گیره. آموزش ما صرفا جهت اینه که راننده تاکسی عزیز، اسنپیا، کسایی که دائم تو جاده یه به هزینه نکنن، اگه خوردن خودشون هم یه خورده دست باچار باشن، با یه ابزار خیلی ابتدایی میتونن این کارا رو انجام بدن.
موقع جا زدن دوستان ببینید اشتباهی که خیلی انجام میدن چیه؟ خب مستقیم ضربه میزنن به سری. خب ببینید بعضی پیچو میبندن بخاطر اینکه اون رزه خراب نشه ضربه میزنن به سر. اون من میگم اشتباهی. چرا؟ ببین بولون اینجا زدن همیشه باید از کنس بیرونی جایی که ببین اگه به شما به این وسط ضربه بزنی این ساچمای دور و این ساچما این دور چیده شده. خب ضربه‌ای که میزنی این کنس وسط فشار میاره به اونا جا میره ولی عمر بولبرینگ رو یعنی راحت کم میکنه. برای جا زدن اصلا نیاز نیست که اینم خیلی هم خودتون رو اذیت کنید. خیلی آروم به همین دور بزنید. ببینید خودش خیلی آروم خیلی خوشگل میره جا. حتما بچه‌ها اگر بولبرینگ خراب بود بولبرینگ رو حتما بگیرید تعویض کنید. اگه خورده ما اینجا شلوغه خیلی آروم دوستان بولبرینگ قشنگ کاملا جا رفت. و شما زمانی که میخوای بفهمید بولبرینگ کامل جای اینا شما نگاه به جای خار میکنی. جای خار کاملا باید نمایان باشه. خارم خیلی راحت خارم جا میندازیم. دوستان ببینید حتما وقتی خار رو انداختین خب خار رو انداختین با دست بچرخونید. خار اگه تو جاش چرخید یعنی کاملا این خار جایه. اگر خار نچرخید اون خار جا نیست مونتاژ نکنید. ببینید کاملا اینجاست تو جاش میچرخه. این از این موضوع. میرسیم به پشت. مثلا اینجا هم دقت داشته باشید. این موقع مونتاژ خب ما اینجا دو تا علامت داریم. حالا من میگم دو تا علامت این سوراخ هم هستش الان بهتون توضیح میدم چرا. ببینید باید وقتی که این هوزینگو میندازین این موضوع قشنگ روبروی شما باشه این عدد. خب ببین معمولا یه سوراخ باید به سمت پیچ میفته علامت هم به سمت بالا. ببینید همونجوری که تو این علامت به سمت بالا سوراخ روبروی سوراخ پیچ. خب شما اینو به سمت بالا میندازید. دوستان اینو حتما با بنزین حالا یا گازوئیل یا هر چیز دیگه کاملا تمیز کنید. فقط آب نزنید چون زنگ میزنه. و روغن هیدرولیک مناسب استفاده کنید. این روغن معمولا توشون آبه اینا باعث زنگ زدگی میشه. و دوزم بهتون دارم میگم وقتی که اینا رو میخوایم بندازید اینجا قسمتی که پخی داره قسمتی که حالت گردی داره قسمت صاف قسمت تیزی میفته عقب. خب بالا من اینو میندازم داخل این قسمت صاف میفته عقب. خب دوستان بذار بهتون بگم اینم شاید جالب باشه براتون بدونید. ببینید وقتی که شافت شروع میکنه چرخیدن این ثابته. چرا؟ چون دو تا پین میره اینجا هوزینگ ثابته. این دور هوزینگ میچرخه. ببینید وقتی این شروع میکنه به چرخش خب حالا من از پایین اگه بتونم ببینید تو فشار روغن اینا میان به سمت جلو. خب ببینید اینا میان به سمت جلو. ببینید اینا میان به سمت جلو. حالا اینا روغن هیدرولیک داشته باشه خیلی نرمتر انجام میشه. وقتی که میچرخن اینا روغن رو با شدت هل میدم به سمت جای فرمون. اینا نگاه توجه دارین؟ نگاه کنید میبینید چی به چه حالتی در میاد. نگاه کنید اینا در میان روغن رو پرت میکنن. بخاطر همین گفتم با دور هوزینگ اینجا نباید حالت تاب دیدگی و حالت داشته باشه. متوجه است؟ نگاه کنید بعد کاملا سام باشه. بعد حالا نباید به این حالت هم اینقدر هم بیزیه باشه گردم نباید باشه. اینقدر بیزی هم نه بخاطر خوردگی ایجاد شده دیگه. حالا خب اینجا خب اینم دوستان از این
میرسیم به اینم که براتون توضیح دادم، گفتم آقا کف این خوردگی و اینجور چیزا هیچ کدوم نداشته باشه. خب دوستان ببینید این ورودی روغنه ها. خب اینجا ببین این وقتی به این صورت صاف میفته این کلگی اینجا رو میبینید، اینجا ورودی روغنه. روغن میاد از اینجا داخل با شدت میاد از این قسمت خارج میشه و جا زدن اینم اصلا سخت نیست. همین که انداخت اینجا خود حالا صفر کنیم، حالا انداختین یه خورده باش بازی کنید میره جا. دوستان فقط حالا اینو برای مونتاژ نیستش که بخوایم ببندیم الان روی ماشین، حالا میخوایم تعمیرش کنیم. حالا گفتم حالا واشرش هم فراموش نکنیم، کاسه نمدش هم که جان نزدیم. جهت آموزش فقط خواستم بهتون بگم. خورده اینا حالا جانه خود دوستان باید صبر و حوصله داشته باشیم. نه خود اومده بیرون. پیچ‌ها رو حتما به صورت ضربدری با هم دیگه صفر کنید. واشر هم که گفتم آغشته کنید به همون روغن هیدرولیک یا یه خورده گریس خودش آب بندی میکنه. خواهشاً چسب اینا رو هم نزنید. فولی هم بهتون گفتم که قسمت گود میفته به سمت داخل و قسمت بیرونی هم میفته به سمت خود. ارادت شما، خدا نگهدار.